سلام به دوستان و همراهان عزیز. الان من توی جاده خاکی هستم به نام چپقلی. اینجا یه آبی داره برای سنگ‌کلیه، حرف نداره. چرا که من یه بار اومدم اینجا آب بردم. من رفتم دکتر، یعنی سنگ دردم شروع شد، رفتم دکتر گفت آقا شما سنگ‌کلیه داری، ببخشید باید زایمان کنی. در واقع 7 میل دو شاخ هم هست. خلاصه ما اومدیم با یه عادتی که دوستان اومدیم یه سال اینجا و گرفتیم و آقا ما از این آب خوردیم و بعد از 1 ماه دیدم سوزش ادرار شدید و فلان، ببخشید اینجوری میگم. بعد رفتم باز دوره سونوگرافی. دکتر گفت آقا شما هیچی نداری، همه دفع شده، اصلا از آثاری از سنگ نیستش. خلاصه چی؟ فقط من اشتباهی که کردم با نی نخوردم، بدون نی خوردم. تمام دندونامو، دندونای مثل آسیاب و فلان پشتی ها رو همه رو نابود کرد. الان 20 سال از اون قضیه گذشته، الحمدلله تا الان هیچ دردی من نداشتم.